امروز ما اویدی دعای حرف میزنیم و آن یکی از دعاهایی است که از همه بیشتر در قرآن آمده است. این دعا از سوره فاتحه است. اهدینا الصراط المستقیم، یعنی ما را به راه راست هدایت بنمای. اگر شما اهمیت دهید خواهید فهمید که این عباره است، دعایی است که از دوره های قدیم و حتی در تمام زبان ها از همه بیشتر تکرار شونده است. یعنی ما را به راه راست هدایت بنمای. اگر سوره فاتحه را نگریم، خداوند این سوره را 7 آیتی از همه بیشتر تکرار شونده نامیده است و این سوره است که ما از همه بسیارتر میخوانیم. خود فکر کنید، وقتی که نماز میخوانید، ناوابسته از آن که چگونه نماز است، فرض، سنت، واجب، تراویح، تهجد، عموما همه نمودی نماز، در هر رکعت آن شما سوره فاتحه را میخوانید. هر یک مسلمان به حساب میانه در یک روز سوره فاتحه را 30 مرتبه میخواند و این حال در روزهای عادی، نه این که در رمضان. در رمضان به حساب میانه در یک روز ما 50 مرتبه سوره فاتحه را میخوانیم. یک مسلمان عادی در یک سال کمش 10,000 مرتبه سوره فاتحه را میخواند و اگر شما حساب کنید در یک روز سوره فاتحه میلیاردها مرتبه در تمام دنیا خوانده می شود که یگان نوشتنی دستی آدمی، یعنی شعر، ربایی، غزل، قصه و یا دیگر نوشته ها با فاتحه حتی نزدیکتر نمیستد. نیست یگان چیزی دیگری که اینقدر بسیار خوانده شود. و چی است معنای فاتحه؟ کدام است آیت اساسی آن؟ ما را به راه راست هدایت بنمای. اهدینا الصراط المستقیم. حدیث های زیاد است آیدی این سوره و در یکی از آنها آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جبرائیل نشسته بودند و یکی از درهای بهشت گشاده شد. از آن در فرشته بیرون برآمد و نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرود آمد. جبرائیل به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: این فرشته بار اول به زمین می آید و آن دری که وی از آنجا برآمد اولین بار گشاده شد. بعد فرشته به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: یا رسول الله، مرا خداوند فرستاد تا با 2 خبر خوش تو را خوشحال گردانم. خداوند به تو آیت‌های را فرستاد که پیش از تو به یگان پیامبری دیگر نفرستاده بود. این آیت‌ها را تنها برای تو فرستاده است. آن سوره فاتحه و آیت‌های آخری سوره بقره است. و در دوام فرشته باز علاوه کرد که اگر انسان مؤمن این دعاها را بخواند، خداوند همه نیاز او را برآورده می‌گرداند. کدام دعا است؟ کدام دعا در سوره فاتحه آمده است؟ اهدینا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت بنمای. این یگانه دعا است در سوره فاتحه، یعنی یگانه خواهشی که بنده از پروردگار میکند. در این سوره تنها یک خواهش است: اهدینا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت بنمای. این یکی از دعاهایی است که از همه بیشتر انسان تکرار میکند و این خیلی مهم است که ما باید درجه این دعا را دانیم و هنگامی که سوره فاتحه را میخوانیم آن را از صدق دل و با تمام ایمان صادقانه بخوانیم، زیرا هر کدام از ما طلب داریم تا خداوند ما را در راه راست هدایت نماید. این سوره ما را به طرز دعا کردن آشنا می سازد
باره هم اهمیت داده اید که دعا از اولی سوره نه، بلکه از یک چند آیت آغاز می گردد، بلکه بعد از یک چند آیت آغاز می شود. این اتیکه دعا است. یعنی در اول ما الله را ستایش میکنیم، او را تعریف و توصیف میکنیم و تنها پس از این خواهش میکنیم. یعنی اینجا این اتیکه دعا است. زیرا ما وقتی دعا کردن در حال با خواهش آغاز نمیکنیم. این بر مقابل اتیکه دعا است. ما باید اول مقام و درجه الله را بیان کنیم، نامهای زیبا و صفتهای او را ذکر کنیم. ما باید تصدیق کنیم که یگانه بی‌نیاز تنها اوست. ما باشیم بنده هستیم و محتاج الله هستیم. با این ما پیشگفتاری میکنیم و بعد از آن چیزی که خواهش داریم طلب میکنیم. در این سوره کلمه صراط یعنی راه استفاده شده است. لیکن صراط از سبیل و طریق که آنها هم راه ترجمه می شوند فرق دارد. کلمه عربی صراط معنای راه راست را دارد که آن بلندی و پستی ها ندارد. این راه راست است که آدمان زیادی از آن می گذرند و با عباره دیگر این راه اساسی است. کلمه های سبیل و طریق راه های نه آنقدر کلان را ifade می کنند. صراط باشد راه کلان را. همین طور صراط المستقیم این راه است که انسان را بر راضیگی الله میبرد. ما را به راه راست هدایت بنمای. این دعایی است که همه چیز را در دایره خود جای کرده است. یعنی برای آن که ما در راه راست باشیم باید که ایمانی کامل داشته باشیم، رفتار خوب، دلهای صاف و این همه در ما پیدا می شود اگر خداوند ما را به راه راست هدایت نماید. وقتی که ما دعا میکنیم باید دعاهایی کنیم که آنها بسیار چیزها را در خود احاطه کنند و هنگام دعا نباید که چیزهای خرد طلب نماییم. مثال یک نفر هنگام دعا کردن میگفت خدایا من در بهشت قصر را میخواهم که بزرگ باشد، رنگش سفید باشد و وقتی که من به بهشت داخل شوم آن از طرفی راست باشد. این به اتیکه دعا مقابل است. بعد از این استادش به او گفت پسرم تو تنها بهشت را طلب کن و اگر به بهشت داخل شدی همه این را تو به این هم خواهی گرفت. یعنی دعا باید با مضمون خود خیلی پهن شده باشد. باید در زیر آن هرچی بیشتر رحمت‌های الله جایگیر باشند. باز یک اتیکه دیگر در این دعا است. شما بار هم اهمیت داده اید که اینجا ما نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز طلب میکنیم. یعنی ما را به راه راست هدایت بنمای. مرا نه و ما را، نابسته از آن که هر یکی ما در علاهیدگی قرآن را میخوانیم. ما برای همه طلب میکنیم. و این برای چیست؟ این برای آن است که ما در برابر خود باز از دیگران نیز رحمت الله را آرزومندیم. یعنی ما در این راه تنها بودن نمیخواهیم. ما میخواهیم که با تمام مردم در راه راست هدایت شویم. یعنی ما تنها فکر خود را نمیکنیم، همچنین دیگران را نیز فراموش نمیسازیم. این دعا بعد از این آغاز می شود. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. یعنی ما می گوییم که خدایا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. زیرا تنها تو لایق پرستش هستی و تنها تو می توانی به ما یاری رسانی. با همین ما به دعای امروزه می رسیم و در همین جا این سلسله را به انجام می رسانیم.